Corazones huérfanos. روحیه روحیه اینجا بیا اینجا بیا زودتر بیا اومد بیا زودتر 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 در اینجا چی کار میکنی؟ باز یکم کس تو رو نبیند. چرا تو از دین باز با زنگهای من جواب نمیدی؟ جواب نمیدیم چون که به تو میگویم که در اینجا هستیم با هم خونه دار شویم تو باشی میگویی که به سوریه رویم. جانکم آخر سوریه وطنی من است کارم دوستانم همش در آنجا مگر این خواهش من عادی است؟ من از اینجا رفتن نمیخواهم از مادرم جدا شده نمیتوانم. هر سال آماده مادرت رو خبر میگیریم. خوب میلش تو برف با من باشه دیگر زنگ نزن. یک لحظه روحیه تو این رو نگرفته میروی؟ این چی است؟ گوش کن از من هرچی میخوایی خواهش بکن ولی از بحری تو گذشتنم را طلب مکن. تو هم انتظار نشف که من از بری ده هم میگذرم. این آخرین سخنی من است. اما شما هم وقتی پر اندازه‌تون رو یافتید. لبه خاله شریفه تو بده همه روم گفته بودی اما که اومرد بده حل این چه ها رو میبرد اگر خواهی با او بیرم. مایلش من باید به پیشوازگیری آسیه روم. خوب مایلش زودتر بیرم. گلی جان من حاضر باید روم خواهش میکنم بخچه مرا تو به خونه‌مون ببر. مایلش
آسیا روحیه اینقدر وقت در کجا بودی؟ مرا تنها گذاشتی. بیا همراه رفته داماد را میبینی. من برای با تو خیر خوش کردن اومدم آسیا. تو چی ها میگویی؟ ما از اینجا میرویم آسیا. روحیه به کجا میروی؟ با اون جایی میرویم که خوشبخت شویم آسیا. خدا حافظ روحیه. روحیه ایستا. تقدیر منو تو رو با هم میپیوندد. تقدیری تو با من هم پیوند است. آسیا گناه به تو چی شد؟ خوب هستی؟ مگر خوبی بد دیدی؟ چی شد؟ بگو آخر. تلفنم در کجاست؟ مادر جون بیای زودتر به پیشوازی آسیا رویم. تو زود لباس‌ها رو جمع بکن میرویم. بعد یک زنگ زده پرس که آسیا به راه برآمده است. چرا شما جمع نکردید؟ من دیر نکنم گفته بر وقت برآمدم. گپ نزن و از پی کار شو. گردن بندم رو افتوندم. روحیه با آسیا زنگ زدی؟ شد حاضر زنگ میزنم. انا خودش زنگ زد. الو روحیه خانم عروس به راه برآمدی؟ روحیه در خواب موندم. عروسکی تنبل. خب مایلش بعد گپ میزنیم. ایستا خاموش نکن. چی شد؟ یه خوبی عجیب دیدم. تو هم در آنجا بودی. ولی از همه مهمش رسمی داماد رو روان کردن. کدام رسم؟ امروز یا فردا داماد خودش میآید. تو باشی تا حال رسم میگویی. روحیه خواهش میکنم تو یک بار دیگر پرس. شد من خاموش میکنم. تو باشی زود به راه برو. روحیه ایسا خاموش نکن. مراد روحیه آسیا چی میگوید؟ به راه برآمده است؟ نه حالا نبرآمده است. حالا هم جمع نکردی؟ شو جمع کرده ایستادم. سوارشونده‌اش رو میشناسد. از کجا میشناسد؟ حتی رسمش را ندیده است. آسیا در بیرون یک بچه تو را انتظار است. در کجا؟ کی بوده است؟ شاید داماد باشد. به نزد تو آمده است. آسیا ایستو. دختری دیوانه. داماد رو میبینم گفتم پایم زولش رو فراموش کرد. خدایا هیچی مسئول نباشد. کجاست؟ انا وای وای نبوده است.
حالا کودک است. بسیار خوب، چی طوری که خواهی کلانش میکنی. اوسیا شما هستید؟ بله من. این را جناب بشار روان کردم. در درونش رسم داماد است. تشکر به تو. این برای شما نیست. این را با دوست داشته هم میبرم. شکری خدا میکنم. وای چطور زیبا بوده است. اوسیا تقدیرت خندید ها؟ آسیا هم دختری زیبا است. آفرین آفرین دختران در تویشان رقص و شادی میکنیم. با من اونقدر نزیبید ولی تو امروز مرا تعقیب داری؟ این چه لباس عروسی؟ من از این پس نه فقط امروز پگاه فردا و همیشه تو رو تعقیب میکنم. برای چی؟ روحیه چون که میخواهم که زوجه من شوی. ولی تو به سوریه رفتن میخواهی؟ من باشم در اینجا ایستادن میخواهم. در این حالت چی میشود؟ روحیه من از بحر سوریه رفتن گذشتم. در کجای تو باشی در آنجا زیستن میخواهم. من به تو نفس کشیدن نمیتوانم. تو جدی میگویی؟ با گفته هایت باور کنم. گوش کن، این گلها، این لباسی عروسی، این حوله، خدا هم شاهد باشد که تو در کجای باشی در آنجا زیستن میخواهم. روحیه با من آیله دار میشوی؟ گوش کن، اگر با من آیله دار شوی من رو از همه خوشبخترین آدم دنیا میکنی. با من رد نکن. با من آیله دار میشوی؟ نشنیدم. بله. حالا هم نشنیدم. بله 10 مراتب 100 مراتب بله. یک لحظه نباشد رفتیم. با کجا میرویم؟ یک ارمغان دارم. رفتیم زودتر. شد مایش. راگا زودتر. مادرم ما رو میکشن. هیچ کم نی. روحیه تو حال لباس ها رو جمع نکرده است. کمی پس عروس هم می آید این حوال خونه رو بیننده. لباس ها رو جمع کنم دختر رو پیشوازگیری روم. ای خدا با من صبرتو کن. سلام علیکم خواهرم مریم. و علیکم بر سلام اکای مسلم. نزدیک بیا با تو گپ دارم. خواهرم شوهرت روزهای آخر با کارهای بد مشغول است. بگوید باز چیکار کرده است؟ تو خواهرم هستی. برای همین آمدم که آگاه کنم. به نزدیکی شوهرت تو رو در خروجنگ با جای پول گذاشت. نکن گفتیم ولی گوش نکرد. دیدم که گوش نمی کند. آدمان از بازی بر آمدن. شوهرت باشد مجبور به خانه برگشت. وای بی ناموس این را هم کرد. یعنی گفتنیم که با دقت باش. من به بازار می روم در پناه خدا. استید جیانم می آید او رو باید پیشوازگیری روم. من رو هم می بردید؟ بیا رفتید. جزدانم رو گیرم. به فکر مادرم حضور مرا جستجو دارم. تو
دیوانه هستی. من باشم تو رو گوش کردم. بسیار خوب کردی. دوستت می‌دارم. خروس orhan مفلس رو مغلوب کردن نمیرویم. آفرین به تو. رئیس دفعه گذشته زرش رو به دوره گذاشته بود. هیچ کس راضی نشد. شاید این دفعه دخترش رو میگذارد. این طور باشد خروس هم به بحث بدراید. میکشم خروس ها رو. رفته تو حاضر چشمانت را ببند. برای چی؟ جان نکن، این ارمغان است. چشمانت را بند. نباشد من خودم دستم رو دراز کرده میبندم. شد مالش. تو برای نگاه. من خودم میبندم. زودتر اومده. زودتر. شد بسه سودم. افه چمپیون. خودت رو نشان ده. رقیبت کنی افه پرمانه. این رقیبی سرآور ندارد. چمپیونم افه رئیس آمد. جناب خوش آمدید. خرسند کردید رئیس. مقابل پل من دخترت روحیه. جنگ رو باخته، پول رو از دست دید. دخترت زن من می شود. انا رئیس. بیا ملکم. بیا فرا. بیا بودی خط باش. بیا جانکم بیا. ای مراد بگوی آخر مرا با کجا آوردی؟ کمتر ماند. صبر بکن. گوش کن مرا مراد. تو مرا به سر زمین برای کلام کردن آوردی؟ نه جانکم. شد اکنون میکشویم. ایستو کمتر ماند. بیا باز کمتر دیگه. بیا آهسته. آماده هستی؟ بابام این قصری ما. قصری ما؟ میدونم یعنی حاضر مثل قصر نیست ولی روحیه اگر تو راضی شدی من تو را ملکه این قصر میکنم. نه من کمی حیران شدم. بیا رفتیم. من این رو برای تو خریدم. انا همینجا. فورا به خواستگاری بیا مراد. بعد اینجا رو آهسته تعمیر میکنیم. من به تو زیسته نمیتوانم. نمیشود روحیه چون که تو لایق بهترین هستی. ولی اینجا رو قصد کنم بعد تو مثل ملکه زندگی میکنی. دخترت مثل ملکه زندگی میکنه. دستش رو با آب خنک نمیزنه. راضی هستی؟ باز شروع میکنه. سردی بیا جون بیا نگاه کن. بین اینجا آشخانه ما.
من اینجا رو آروم میدهم. زمینش رو سنگ مرمر قیمت بها میچینم. برای شوهرت بهترین خوراک رو میپذیری. رفتیم. از اینجا به حوالی میبرایی. در تابستان صبحانه رو در اینجا میخوریم. باز یک مرغخانه میسازیم. تخم‌های تر و تازه سحر با آواز خروس بیدار میشویم. چشمانت رو کلان کشو ساختی. چشمانت رو کشوده به من نگر. مگر اویله شما از من داماد بهتری افته میتونه؟ اویله تو هم خورسند میشود. همش بسیار خوب میشود. میترسم یکی همراه شده نتوانیم. به همراه شایی ما کی مقابل میشود؟ آرهن مفلیس باز مغلوب شدی. رئیس سهر آمده دختر رو گیر. مفلیس این پول رو گرفته با توی تیاری بین. رئیس دخترش رو بریده. از رئیس گریخته می شود. با نزدیمای آدم رو چیپته های من رو به دیگر روز گذرانه. بعد با استانبول رو می شود. اول توی رو کرده گذرانه. بعد خیر رفتیم. یگانه خواهشم با تو ویلادر شدن است و تا ابد همراه بودن. البته میشوی. همیشه همراه میمونیم. دیر کرده ایستادیم. زودتر باش. رفتیم. ملیکه امروز زود برده میرسونم. زودتر باش مراد زودتر. مراد دیر کرده ایستادیم. رفتیم. زودتر باش. چی شده باشد چرا من میکنند؟ با فکرم تفتیشات نگذرانند. احمق راننده ای احمق. چرا به این راه آمدی؟ تمامی مسافران با شهادتنامه‌تان به بیرون برآیید. تفتیش میکنیم. زودتر باشه. زودتر باشه. زودتر باشه. تو هست یا نجوم؟ ایستا نجوم که دختر رو میکشن. چی کار میکنن؟ نزدیک نشوید که دختر رو میکشن. آرام باش. هیچ کس نزدیک نشود. آرام باش. نزدیک نشوید. دختر رو میکشن. هیچ کس نزدیک نشود.
تو خود رو کی میشموری؟ هم تو رو نجات دهم هم بوسه به سرم میزنی. همین تا اگر به جای اون آدم تیر به من میرسه آن وقت پشتت رو گرداندم با حضور رفته میتوانستی ها؟ پروا نکن، تیراندازی ماهرم. قریب بود که از دستی تو من میمردم. بخشش پرسیدن نمیتوانی. مرا گوش کن. من حیاتی تو را نجات دادم. تو باید به من منتداری بیان کنی وگرنه تو را به آن دنیا میفرستاد. و مثل تو انسانی دقیق رو در حیاتم ندیده بودم. من وظیفه‌ام را اجرا میکنم. بدان که با دخترچه ها بازی کردن این وظیفه من نیست. این اتوبوس کجا شد؟ درو عسکران تفتیشات گذرانده شدند. شاید برای همین دیر میکنند. بسیار باشد کمی پس میآیند. خوب مایلش. خدا به شکر صدمه نیست. من انتظار میشوم. اکا جورا چخیر هستی اکا؟ خدا را شکر چنگیز بیا یک چای نوشیم. نه شیطاب دارم اکا. من را رئیسم روان کرد. گفتند که چیپتاهای او را به دیگر روز مانید. چرا به دیگر روز گذرانند؟ شما خبر ندارید. رئیسم اون داماد میشود. بیچاره در آخر زن میگیرد. از کجا زنی رنگی بیوه رو به رئیسی افتید شما؟ نه این طور نه اکا. دختری خانه. حالا از دهانش بوی شیر می آید. کدام احمق دختری خانه رو میدهد؟ آرهدی مفلیس. دخترش رو در خروزجک به جای پول گذاشت. یعنی دختر به رئیس باز ارزانتر رفتید. وقتش خندیده است. تو چی ها گفته ایستاده یا؟ کی دختری آرهنی مفلیس رو میگرفته است؟ این طور نه اپا. یعنی که چیزی رو به چشمم دیدم. چی دروغ رو میکشن؟ دختری کی رو میگیرید؟ چی؟ دختری به صاحب رو افتید؟ میخوشم پیقا نزن. چرا منو میزنی؟ من چی رو دیدم و برو میگویم. چی میگویی؟ اینا بینید؟ تو موزی دهانت نگاه کرده. خاله توبه صدقی دیوونه چیه؟ اوزیه خوش آمدی دخترم. خاله چه شده ایستاده است؟ هیچ گپ نی دخترم. اتوبوسی دیه نرفته من تو رو سوار کنم. خاله چی در هیچ گپ نی؟ به گلوی اون آدم چشپیده بودید. به آدم کی است؟ تو حاضر به خونه برد؟ به روحیه بگو که تو آمدنی من به بیرون نبراید. خاله چرا این رو به من میدهید؟ چی شده ایستاده است؟ فهمانی؟ تو گپم رو گوش کن اوسیه. به خونه رفتیم. تو گپم رو گوش کن. خاله چی شد؟ نقل کنید؟ بعد در خونه نقل میکنم. تو حاضر زودتر برم. من چی کار کنم؟ نزد روحیه رفت. شد ابا جان، ما شکایت شما رو قبول کردیم. حاضر میتوانید روید. از شما خواهش میکنم پیش روحی وای احمق گمل رئیس و شوهر بی ناموسم رو گیرید. با ما یاری دهید. مایلش برای کار. سردار شما چی خیل هستید؟ تو بازی چه نکن. روحیه دخترم ایستا. خدای توبه چی شده باشد؟
دخترم تو از کجا میوی ها؟ گیر اینا را گیر گپ زن و زبانت را فرو بردی بخیر است خواهرم این آدم شما رو غم میدهد کمیسر کی غم میدهد این دخترم است من پدرش دخترتون؟ بله جناب از من نرنجید نام من مراد نو تعیین شدم در راه کمی عذاب کشیدم یعنی راه را گم کردم خدا را شکر دخترتان راه را نشان داد شما بسیار جوان می نمایید تخمین کردن نمیتوانم که دخترتان است از من نرنجید تشکر زیاد کمیسر مادری او در برم باشد فکر میکنن که مادرم است خود را شناس نکردم آرهن مرا آرهنی مفلس میگویند بسیار شدم بسیار شدم روزتان بخیر باشد تشکر زیاد کمیسر برای کار روحیه دخترم راهگر رفتیم با مادرت میگویم این با همه معقول هستم فقط مادرت ناراضی قوتی لباس دزدان میترسند پدران جنگ نمی کنند لبه جناب در کجایی؟ چند بار زنگ میزنم جواب نمیدی زود به خانه بیا گپ دارم حاضر میروم چی طوره که نقل کردم همش همین طور است ولی اگر دختر راضی نباشد به سرت بلا میخری در این حالت من تو رو نجات دادن نمیتوانم پروانه کنید من این را حل میکنم براری کار الو رئیس من چرگیز زنی آرهن مفلس آمده با پلیس از بالای شما شکایت کرد ولی پروانه کنید چرگیز حل کرد شد آمده اینقدر گرم آسیا خوش آمده جانکا آنقدر خوشم دیم نه اما شما تا حال در کجا بودید؟ آمده دخترم آسیا خوش آمده کنی دستم را بیبوس خدا تو را در پناهش نگاه دارد مریم در کجایی زنک گرسنه ماندم خالم در خانه نیستن یزنا در خانه نیستن تو رو پیشوازگیری نرفتن آمدن ولی در ناحیه کار داشتن به خانه رفت گفتند و خودشون در ناحیه موندن انا تقدیری من مادرشو از یک جا دخترشو از دیگر جا میارم این چه عذابه این چه زندگی ای بایا انا خالم آمدن واه مریم خانم در آخر به خاطرتان رسید که خانه دارید گویی که در ناحیه خودت تنها چیکار داشته ها؟ با آدمی زنش رو در خروج جنگ میگذاشتگی من حسابات نمیدهم روحیه تو آسیه رو گرفته به حجرت رو ولی خاله روید گفتم رفتیم آسیه شما چه خیل شوهر چطور پدر هستید که زن و دخترتان رو با بازی به جای پول میگذارید وای چنگیز به همه آوازه دارد که رئیس روحیه رو به زنی میگیرد خب کن برای دختری بیچارت را از بیچارگی خلاص کردم راضی شدم خوبی کردم وای آدم در 32 سال شما است ای تو با من چه خلقه بزنی میکشم تو را میکشم اینجا بیا جناب من نامزد دارم دوست داشته دارم
تو امروز چیزی که گفتت کردم. گپتون رو به زمین نگذاشتم. وقتی که در دل من کسی دیگر جا دارد با کسی دیگر اویل دار شدن نمیتوانم. تو هم در دل تو بوده هم مال من هستید. خواهی هم تو را هم دوست داشت را میکشم. گویا که در حقیقت توی میکرده باشم. همین کار را گذرانم، با بدرقه عروس برانسلا را گذرانم. بعد چی کاری خواهی کردنگیر؟ شما آدم بسیار دارید. چرا من؟ تو اکنون آدم شده از من حسابات میپرسی؟ حیوان، به دختر رسمت را روان کردم. چی اکنون داماد را عوض کردم گویم؟ تمامی نقشه هایی کشیدم از برای تو برباد رود. اگر از گپی من بیرون برایی، کار را برباد دهی، آن دختر دوست داشتت را یافته در نزدت پاره پاره میکنم. مرا فهمیدی؟ شد. راضیم. حمدی لابای جناب، این سگ در زیر نظارت تو می شود. از او دور نشو. به آخر بر تلفنش رو هم گیر. درباره کار همش رو فهمان. نغزک فهمیده گیره. حال میکنم جناب. تو روزی که من زندم هیچ کس به طور موسری دخترم ضرر نمیرساند. اجازت نمیدهم. اگر وی یمنی رئیس به دخترم دست رساند، میبینید مریم شمور زنده نمیگذارد. زنک! تو به کی تهدید داری؟ حاضر تو را تگید پا میکنم. سالهای دراز نه به من شوهر نه به دخترم پدر بودید. با شما یک روزی نیک رو ندیدم. زنی حیوان، وقتی که تو حامله بودی از خانه راندن، از شوهرت جدا شدم، پس من نمیشدم. بی پدر تولد میشد. بی پدر. مرا مجبور نکن. با صبری من بازی نکن مریم خانم. خاموش شوید. التماس او میشنود. باز یک بار مقابل من میبرایی. یک بار مقابل من میبرایی مریم خانم. مریم خانم، تمامی حقیقت را به دخترت نقل میکنم. نکنم. نام من آرهن مفلس نه. میدانی که میکنم. آرهن در رکشا. چین آوازت رو نبرار. آرهن در رکشا. با فکرم خاموش شدند. روحیه رفته خبر نمیگیری ها؟ هر شب همین حال است. بیاشین. بیا آسیا. سبب اینقدر آروم نشستنی تو رو نمیفهمم من. مگر ندیدی که پدرت چی ها گفت؟ مادرت رو در بازی از باجای پول گذاشته است. همه روز احوالی پدرم. پول رو بسیار دوست می دارد. بیچاره مادرم چی عذاب‌هایی را ندیدند. ولی زندگی من چونی نمی شود. من با مراد خوشبخت می شوم. با مادرم مانند نمی شوم. کنیست دختری خواه؟ دیگه وای مراد کی است؟ حاضر با من نقل کرده میدهی. او رو در خوابم هم دیدم. مراد آدمی است که من با او عاشقم. با او آیله دار می شوم. میدونی امروز چی کار کرد؟ اگر نقل کنی میفهمم. سحر به سر زمین اومد. با من گردن بند توفه کرد. بعد وقتی که لباس رو جمع کردم دیدم که کرده عروسی با تکلیفی آیله دار شوی رو کرد. یعنی بگویم که رئیس بسیار غضبید. یا دخترت را بدی یا پول را با فایزش بر بگردانی بگوید. با رئیست بگو که شکر کند که او را نکشتم. مریم درون درا. مریم درون درا گفتم. زودتر. چی طور زیبا رویه. من خوشبختی تو رو میخواهم. امیدوارم تو خوشبخت میشوی. تو مسئله رسم را چیکار کردی؟ روان کردند؟
جناب بشر امروز با من روان کردن. خیر چی طور معقول شد؟ رسم است اما برای من بسیار مهم. بسیار خوب بیا با من نشان دهی. رئیس گفتند که به فکرم آرهن گپش را به زنش گذرانده نمیتواند. گفتند که زنش از او پنهانی رفته به عسکران شکایت میکند. این آرهن چی طور آدم باشد؟ تو رفته به رئیس گپ زنی پروانه کنند. من از وعده ای دادم نمیبرایم. به وعده هم ایستم. سهر آمده دختر رو گیرند. چی؟ سهر آمده دختر رو گیرند. برو به وعده هم ایستم. زود باش. سنک حیوان پنهانی رفت از بالای من شکایت کرد. تو جزایت رو میبینی. من تو رو میکشم. میدونی میکشم. پدر یزنه پدر سردی. میکشم. آروم شدید پدر. شد پدر بس است. بس کنید پدر. زن من رو دیوانه میکنده. مادر جان چی کار کردید؟ چرا اینقدر عصبی شدند؟ هیچ چیز نیست دخترم. احوال همه وقتای پدرت. خاله یگان چیز باشد به ما گویید. شاید یگان یاردم ما رسد ها؟ نه دخترم تو مگر یزنت رو نمیدونی؟ روزی نیک رو ندیدم. از این زیادترش رو اصلا اجازت نمیدیم. نترسید روحیه. تو نترسیدی ها؟ من تو رو همیشه حمایه میکنم. اکنون شما رفته خوب کنید. رفته استراحت کنید. من هم رفته خوب میروم. خیز مراد خیز از جایت. خیز این را باز یک بار تکرار میکنیم. باز چی؟ نه این را. نامم موسو. در اویلا یگانه پسر هستم. پدرم خالین سودا میکند. من باشم با او یاری میدهم. آرزوی فوتبال باز شدن داشتم ولی افسوس. حمدی به نام خدا این را گیر. 50 بار این را تکرار کردم. خواب دارم. خواب میروم. مایلش خواب رو. اول به حاجت خونه روم. مایلش رو. زود برو که منم درایم. فهمیدم. فرمونده؟
کجا شده روحیه؟ خدایا تریزه تق میکرد با اون نگاه کنم گفتم صندوقچه هفتی تو ایستا من خودم میبینم مراد با بیرون برو رو از اینجا زودتر این بچه دیوانه شده است موزه اون کس نبیند چرا سهر بر وقت اومده است؟ شاید کاری عاجلی داشته باشد من با بیرون میبرایم تو خانگی را بگاب گیر خوب مایلش ولی فقط دیر نکن راضی هستی؟ مایلش دیر نمیکنم نترسه با یقین من هستم نه یکی ناگهان دیده ترسیدم تو خیلی کلان شده ای اینقدر زیبا شده ای این آدم سحری بر وقت در نزد در ما چی کار دارد؟ حیوان رئیس اومده است زنک تو در همینجا باش انتظار باش رئیس 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 خوش آمدید رئیس خوش آمدید به خونه رو روحیه رئیس مرحمت درون دارید مرحمت حالا ایستا من با تو گپ دارم تو حال نرفتی مگر؟ هیچ نپرس در حولی با رئیس پدرم روبرو شدم رفتن نتوانستم حضر پدرم مادرم در حولی اند نباشد خبر ده که اومده نمیتوانی این بچه در کجا باشد؟ در کجا؟ روحیه کجا شده؟ زودتر باش زنگ میزدم ولی جواب نمیدهد مایلش کمی انتظار شده میرود پروا نکن آیله دار شوید هیچ وقت جدا نمیشوید جناب زنگ میزند من اکنون چی بگویم لبه جناب یگان مشکلی نیست جناب همش در زیر نظارت است شما پروا نکنید شد جناب آه مراد برای دور شده به جناب دروغ گفتم حالا بعد از تمام من به تو نشان میدهم انا من تو را یافتم مراد مراد ایست ایستو
رو به بلا دچار کردن میخوری و ماشین سوار شو. شما یا اینکه با این عقلتون با من بازی دارید ها؟ رئیس شما گپی این زن کم عقل را گوش نکنید. زنم هستی نمیگویم در همینجا میکشم. از رئیس ما بهتر نامزد میشود. یک از دختره رو گرفته از بیچارگی نجات میدین. ملکه میکنم شهبانو میکنم میگوین دیگر از خدا چی میخواهی؟ آدم با کرپاش نگاه کرده پادروز میکند. مگر دختری من مناسب تو است؟ مرا گوش کن مفلس. یا دخترت رو مرده میدی یا اینکه پولم رو با فایزش میدی. رئیس وعده ما وعده است. دختر از شما پروا نکن پولت رو میدیم. با ما کمی وقت ده. من پول شما رو چیکار میکنم؟ من گپم را گفتم. یا حاضر دخترتون رو گرفته میروم. اگر پول یافته وقتی که آورده دخترتون رو میگیره. اگر نه با شهادت نامه مهر زده زنم میکنم. فهمیدید؟ شما چیتر آدمی بیشرف هستید. دختری شما رو صاحبی میکنم میگوید آوازتون نمیبراید. شر نمیدارید. ای زنک تو رو برای جزا دادن من دادن. با دلم زدی آنا با تو انا جزایت با دلم زدی میگویم. روحیا در روی حوله چی شده ایستاده است؟ روحیا چی شده باشد که دو وای دارند؟ این را رفته دیدم میفهمیم. رفتیم. روحیا در کجا بودی؟ تو رو فریاد داشتم. بیا. آمدم پدر. اینجا بیا. گوش کن روحیا. مرا نبض گوش کن. حیاتی تو دیگر می شود. جناب رئیس خواستگاری آمدن. من مناسب دانسته تو رو دادم. اگر تو زنی جناب رئیس می شوی دست دا بی خونگی رو نمی بیند. تو رو ملکه می کند. این رو چی طور میکنید پدر؟ من مالی شما نیستم. دخترتونم. دخترم ملکه می شوی میگویم. دستت رو با آبی خنک نمیزنی. از این بهتر چی می شود؟ گل بچه همه شرایط رو مهیا میکنم. از اونی که با تو باشم مردنم بهتر. روحیا دختره چی ها میگه؟ شد رئیس من حاضر همش رو حل میکنم. یاز ایستید. شما چی کار کرده ایستاده اید؟ روحیا آرام شو دخترم. باز با تو یکو کار نشود. بگذار شود مادر. شوم که مرمون نجات یابم. دخترتون رو مثل جاهلان زنده به زنده گر میکنید مگر؟ پیش رو هم را نگیر. باز خرم را از تو نگیرم. دامادی با روحیه مناسب دیدتون همین است. یاز نه روحیه مال شما نیست. روحیه دختر شما است. بله با قوت هستید ولی در دل شما رحم نیست. شما تا اون درجه کوی رسید که دختری خودتون رو با اون آدم فروخته ایستاده اید. یاز نه آرهان این دختری دانا کیست؟ این دختری خواهر زنم است. یتیم است. چی گفتنش رو نمیداند. یک طرفی است. حسن شما از کاری کردتون شرم نمیکنید. تماما از خدا نمیترسید. با خودتون زنی موافقی یابید. دختری ناترز بودی معقولم شدی ولی از خود نرو. گپت رو دانسته زن. همش از برای پولا. وای پول رو البته پیدا میکنید. آن پول رو تنگه به تنگه برای شما برمیگردونم. با ارزی روحیه بازی نمیکنید. من رو میفهمی بازی نمیکنید. کسی پول رو دیه دختر رو میگیره. زنک التماس نکنید. التماس رو به حالش گذارید. رفتیم. التجا دارم دادم. روگر اینجا بیا. مانه داد نزن. گریه نکن. 20,000 لیره یابه دختر رو میگیرید. راهی سفید
روحیه برو نبر روحیه دخترم برو سردیه روحیه خلا روحیه آرام شوید وقتی گریه کردن نیست خدا جان خدا تو رو من از گریه خیزید خدا خیزید روحیه دخترم مرا گوش کن مراد. روی خاطر روزهای گذشته این کارت را نقل نمیکنم، ولی بدون که باز یک بار تکرار شود جناب نه، من تو را خودم میکشم. فهمیدی؟ حمدی من یگون جو نگریختم، بر میگشتم. خلا حاضر وقتی گریه کردن نیست. باید ما یگون راه یابیم. با ما پول لازم. از کجا اینقدر پول رو میابیم؟ با فضل خدا میابیم. ما باید حرکت کرده پول یابیم از یک اونجا. خالای مریم روحیه کجا شد؟ به سر زمین میرویم. روحیه نیست، شما روید. ایستید من هم میروم. ایستید اما که اومد. موسیه تو با کجا میروی؟ کار کردنی خدا. دو تنگه معاش کاری دهقانی مگر قرضمون رو میدهیم. این برایمون روی حال نیست. ما به کارم باور دارم خلا. کار کرده پول جمع میکنم. این راه یگانه میدونسته ما است. دیگر راهی نداریم. باید از این حالت برایم. برای خالای مریم آسیه هستی ها؟ بله. روحیه درباره تو بسیار نقل میکرد. من از اون روحیه است. من این رو در سر زمین یافتم. در درونش رسم مراد است. هیچ کس ندیده گرفتم. تو این رو به امیدی؟ تشکر زیاد میدیم. او را با نظارت خود گیر وگرنه رئیس شما با کجا؟ کارت چی؟ با تو حسابات دیم پل بگیم جان میکنم سیلانتا
پل بگیم جان میکنم سیلانتا سیلان زنک و چین طور به آواز میداره یا؟ با کودکت هم با تو هم صاحبی میکنم گفته بودید باور کردم صاحبی کردنتون همین است شما را پدر میگفت در دست شما تولد شد چطور این کارو کردید چطور بس هسته بس همین قدر سال نگاه بین کردم در آخر آیلدار کردم از پدری خودش بهتر پدری کردم باز چه میخوایی؟ اگر بسیار خواهی رفته با پدری خودش گوی رفته دخترش رو میگیرد راو سرکی لقی الو شما کیستید؟ مادر جان التماس مرا نجودی التماس مادر جان مرا در یک حجره خوب کردن التماس مرا از اینجا آزاد کنید روحیه نترس دخترم نترس من تو رو نجات میدیم التماس مادر جان التماس مرا از اینجا آزاد کنید التماس تو سنی مرا با بالا گرفتار کردن میخواهی بالا دست و پایت رو میبندم روحیه نرس مرا اگر بیشتر خواهی رفته با پدری خودش گره رفته دخترش رو گیرد گوش کن حاضر می آیم درباره دون نقل کرده بودی کو از آنها یک قطی لازم فهمیدی گوش کن باز با یگان کس نگویی وگرنه فهمیدی آفرین 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 در حقیقت اوست ببینه در اینجا کی بوده است باز رو برو شدیم خواهر عروس از اصل شیرین تر است میگویم در حقیقت راست بوده است فکر کرده گرزنی من نامزد دارم چرا اینقدر عصبانی بشوی گلکا گوش کنید مرا گل گفتم از خود مرا عمر گل دراز نیست فهمیدی گرچنده بوی خوش دارد فهمیدی از زمین کنده میگیری در دستت میموند
خورسا نشوید پول تو رو برمیگردونم روحیه رو از دست شما نجات میدیم آن پولی گفته تو با دهخوندی جمع کردن نمیشود خاطر نشوید تو آخر آن تنگتون برمیگردونم برمیگردونی میگیرم ولی تو برگردوندنت روحیه رو زن کرده میگیرم فهمیدی؟ چی نگاه دارد کار کنه؟ چی اینقدر داد میزنی؟ گویا که سوختار شده باشد. تو در اینجا چیکار میکنی؟ اگر احوالم بد نمی بود با نزدی تو بر این آدمی بیشرف نمی اومدم. نیوزی سخنهای او رو گوش نکن. ران از اینجا. روحیه با بالو گرفتار شد. با ما فوراً پول لازم است. تو پدری او هستی. تو اینقدر سال نگاه بین نکردی. اقلا یک بار پدری کرده دخترت رو نجات ده. حیاتش در خطر است. تو حاضر دخترت رو بهانه کرده شوهرم رو کشیده گرفتنی هستی؟ من به شوهری تو چی کار دارم؟ فکر کرده گپ زن. من مثل تو نیستم که اویله رو جدا کنم. تو خاموش شو از تو گپ نپرسیدیم. چی شد که بابالو گرفتار شد؟ چی شد؟ چی کار کردید؟ اورهان در خروج جنگ او رو به جای پول مونده پای داده است. اون مرد میگوید که پول رو بیار دخترت رو گیر وگرنه به زنی میگیرم. باز هم بهتر. من اویله دار شود. مگر در آینده اویله دار نمی شود؟ یعنی وای آدمی بای با دولت است. آخر اون مرد در سین و سال تو است. باز بهتر. امروز و پگاه آدم مرده می رود. زر و زیورش تمامی ملکش به او می ماند. عقل را کار فرماید. عقل را ای من تو رو آدم گفته کمتر باشد هم وجدانت مونده از گفته آمدم. اما تو پدر نه. تو حتی آدم بوده هم نمیتوانی. توف به اینجا آمدنم خطا بود. خوش آمدید رئیس. برای که اینقدر تیارید رئیس؟ برای یک گل ناشکفته. بیا و گل رو بسیار انتظار نکنیم. ما اخت رو گیر. باز گوش کن. در خاطر دار از این کار هیچ کس خبردار نشود. فهمیدی ما را؟ البته نه. الو مریم، من اویشه. باید می اومدی، دیر کردی. خواطر شدم، برای همین زنگ زدم. نپرسید خانم. چنین مشکلی دارم که حل کنم می آیم. مالش نباشد. پیش از آمدن به نزد استای زرگرد و در دستی و گردن بنده از گرفته بیار. مالش خانم. با دقت باش، بسیار قیمت است. خواطر نشوید.
خوش آمدید رئیس جان. گوش کن. یگان کس شما رو در درون نبینم. در تگی پا نگردید. فهمیدید؟ بله رئیس. من آمدم. تو ما رو یاد کردی ها؟ نزدیک نشوید. با تو تحفه‌ای زیبا میگیرم. التماس میکنم ساعدید مرا. نزدیک نشوید. رفید از اینجا. نزدیک نشوید. التماس میکنم. با کجایی که خواهی گریز. اوسیه یک راه یافتم. اکنون مرا نغز گوش کن. تو حاضر به میدان رفت. من حاضر هم اونجا میایم. بسیار سوال نده. گپم رو اجرا کن. روحیه رو از دست وی مرد نجات میدهیم. این رو تو گیر. هیچگاه این خوبی شما رو فراموش نمی کنم. درد دل نمی کنی. من هم نمی پرسم ولی انشالله این گردن بند کاری تو رو حل می کند. خدا از شما راضی باشد خانم. مریم این توفه جنابی بشر بود. به هیچ کس نگو. نفهمند. التماس میکنم میلش. اگر مجبور نمی شدم باور کنید شما رو در این وضعیت نمی گذاشتم. میدونم میفهمم. ها یک چیز دیگه. حاضر وقتش نیست به فکرم. بخیر است خانم؟ نه همش بخیر است. پگاه برای اوسیه خوزگاران می آیند. فاتحه کنیم میگویند. چی کار میکنیم؟ این کار رو چخیر حل میکنیم؟ میلش خانم بیایند پگاه فاتحه میکنیم. اقلا او اولادور شود. میدانید او به من امانت است. انشالله بخیر میگذرد. همش خوب میشود انشالله. روحیه گلکم از اینجا برآمدن نمی شود. روحیه اکنون به دستم افتادی. حالا میبینی. به من نزدیک نشوید. بیا جانکم. بیروید از اینجا. نزدیک بیا. این خدا مرا از دست این آدم نجاده. با تو گفته بودم دیگر راه نیست. گریخته نمیتوانی. نزدیک نشوید وگرنه خودم رو میپردایم. بیا ما میپریده است. دروغ نگو. بیا پریده نمیتوانی. اینجا بیا. اوسیه خوبه آمدم. پول یافتید؟ نه ولی با جای پول یک چیزی قیمت بها یافتم. انا این. بیو وقت گم نکرده رفته زودتر از دست اون بیشرف روحیه رو نجات دهیم. رفتیم خوبه. رفتیم. بیا جانکم. نزدیک نشوید. نترس جانکم. بیا نزدیک بیا جانکم. بیا. بلا زند. یونس زودتر ماشین رو با کار درارید. با بیمارخانه میروید. زودتر. ما را گوش کنید.
گرد و اطراف را خوب با نظارت گیرید. زبانتون را هم نگاه دارید. این ماشین یملی نیست. زودتر باش. ایست. آنها دیوانه شدن. از ماشین نمیترسن. روحیه خاله روحیه در ماشین است. یک طرف ایستید. یک طرف. روحیه رو به کجا میبری؟ روحیه او رو به کجا میبره؟ حاضر میفهمیم. با من بیا. دخترم رو به کجا برد؟ ما از کجا میدونیم؟ ما خبر نداریم. شما تمام وجدان نداری. شکایت نمیدونی؟ باید دختری من رو کجا برد؟ من شما رو میکشم. بلا میکشم. بی‌جزا نمیمونم. با پلیس خبر میدهم. شما رو میکشم. بس است. دختر از دالو نفتید به میوارخانه بردن. روید از اینجا. خدا زود باشد. رفتیم. رئیس غضبی بشود. چرا به آنها گفتی؟ اون زن کریم ما رو میکش. ندیدی؟ من حاضر به چینگیز خبر میدیم. تو حال خواب نکردی؟ خوابم نمیبرد. مراد اینقدر واهمه داری؟ بگو فاتحه، بعد توی، بعد میبینی که همش گذشته است. فقط جناب را غضبی نکن. این کار برای اون مهم است. همین کار انجام یابد نه در نزد رئیس میستم نه در اینجا. بگو سهر آیلت میآید. همراه شده گپ میزنید. همش را باز یک بار تکرار میکنید. بعد به خانه میگذارید. باز یگان نامعقولی نکنید. اکنون خواب رو کی باز عصبم ویران نشود. هیچ چیز نمیشود. پروا نکن. شب خوش. بختت خندیده است. با تو و کودکت هیچ چیز نشده است. کودک؟ تو خبر نداری که حامله هستی. الکی 10 هفته شده است. خانم همشیره در این باره به کسی نگویید میلش وگرنه من رو میکشند. این خیلی چیز رو پنهان داشته نمیتوانم. باید به حجت ها جاری کنم. اگر این رو به حجت نویسید یعنی حکم مرگی من رو میبرورید. همشیره حالش چی خیلی است؟ گپ زنید آخر. اگر این رو به حجت نویسید آخر فهماند به ما یعنی حکم مرگی من رو میبرورید. خدایا گپ زنید آخر. خدا را شکر وضعیت بیمار خوب است. کمی استراحت کند میتواند برید. تشکر به شما. خدا از شما راضی باشد. شکر حالش خوب بوده است. این زن اینجا چکار میکنه؟ به خانه رفته بودن. شاید بچه ها گفتن. دخترم چیکار کردی؟ شب دیوانگی کرده غلطی. در درون خواب است. هیچ چیز نشده است. این رو گیر. دخترم رو به حالش گذار. فهمیدی؟ آن اینقدر نمیارزه. ولی این دفعه هیچ چیز نمیکنم. این مسئله اولا به آخر نرسیده است. راگر چینگیز میرویم. شکری خدا که تو رو نجات داد. مادر جان دیگر من رو تنها نگذارید. نترس دخترم. از دست وی حیوانی گملی نجات یافتیم. پولش رو برگرداندم. یعنی چی طور؟ از کجا یافتید؟ تو مرا چی فکر کردی؟ مگر تو رو در دست وی حیوان میمانم؟ من بغیر از شما در این حیات هیچ کس ندارم. اول سری اوسیه رو دو کنیم، بعد با کرنه و سرنه تو رو هم با آدمی دلخواهت میدیم. خاله من شما رو در این احوال مانده آیله دار شده نمیتوانم. روحیه رو نیز تنها گذاشته نمیتوانم. با ما چی شده است؟ این مشکلی رو پس سر کردیم. پگاه خوزگارها میبیاین. فاتحه میکنیم. من از شما جدا شده نمیخواهم. آسیه تو جین من هستی.
аз барои язнат туро калон карда натавонистам. дар ятимхона ба воя расидӣ. иншолло бо хости худо туро бо карнаи сурнай арӯс мекунам. пагоҳ вафот кунам ҳам ваъдаамро иҷро карда аз ин дунё меравам. модарам дуруст мегӯянд осия. бояд ба ваъдаамон истем. бин худо ба шукр ки хуб ҳастем. духтур гуфтанд ки кай ки хоҳед метавонед равед. набошад худи ҳозир меравем. اینقدر زیبا شدی. تو از این هم زیباتر میشوی انشالله. одами ҷаноби башар интизор аз зудтар бошед. рӯҳияту ту ҳол тайёр нашудаӣ? модарҷон, ман тамоми шаб хуб нарафтам. дасту поям ҳама ҷоям дард дорад. шумо равед, ман аз паси шумо меоям. ваъда медиҳам ки чалаҳоро напӯшида мерасам. ман ба ту дар он ҷо ҷо мепартофтам, дар он ҷо дароз мекашидӣ. манро имрӯз танҳо нагузор. осия дуруст мегӯяд. ман туро дар ин аҳвол танҳо намегузорам. охир чаро шумо маро гӯш намекунед? ба шумо бемора мегӯям, намефаҳмед. хуб майлаш, истироҳат кун. ба худ ки омади либосатро пӯшида биё. язам дар куҷояд? бало зана туро. аз мо дур бошад беҳтар аст. ба ҷаҳаннам ҳам равад майлаш, парво надорам. дарро ба ҳеҷ кас накушо, фаҳмидӣ? خوب از خود کردید ها؟ باز یگان خطاگی نشود. پروا نکن، همش خوب می شود. خلا آمدند. تو در همین جا ایستو، با درون درآیند میآیی. خوش آمدید. مرحمت کنید. تشکر. خوش باشید. مرحمت. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمد. خوش آمد. سلام. خوش آمدید. مرحمت گذارید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش آمدید. مرحمت گذارید. همش از روی نقشه است؟ بله، پروا نکنید. خیلی خوب، خیلی خوب. مرحمت گذاشته شینید. مرحمت. 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 خیر، چی طور رسیده آمدید؟ خدا با شکر نغز رسیدیم. خوب، خیلی خوب. برای کار خیر از راه دراز هم خوب رسیدن میآید. ها، آسیا، بیا دخترم. بیا. دستان کلان سالان را ببوس. خانم، دخترتان از رسمش هم زیباتر بوده است. تقدیر آسیا برای ما خیلی مهم است. پدر و مادرش او را در خردیش به ما امانت گذاشته، از دنیا چشم پوشیدند. ما باشد دخترمان را به شما امانت میسپاریم، البته اگر جوانان راضی شوند. درست گفتید خانم.
جوانان به فکرم گفتگو کرده میخواهند. شما آنها را به حوالی برارید با همدیگر صحبت کنند. رفتیم اکای مرود به بیرون میرویم. رفتیم دختر. مریم خانم خاله آسیا است. یگانه خواهش او آسیا را با آبرو شوهر دادن است. همین طور نیست خانم؟ خدا از جناب بشر راضی باشد. با یتیمان پدری میکنند. هر سال 2 کس رو جفت میکنند. خدا این کس رو در پناهش نگاه دارد. آخر مهمان هایمان از راه دور آمدند. یگان چیزی اکرام کنید خانم مریم. حاضر جناب. خوب شد است خانم. کودک رو گرفته نمیتوانیم. هر کاری که نشود من راضی هستم. التماس این کودک رو گیرید. افسوس ولی کودک بسیار کلان است. این برای تو خطرناک. مرده میتوانی. گوش کنید. من این کودک رو نمیخواهم. نمیفهمید. بعد این طور کار رو بیروزگی پدرش کرده نمیتوانید. درباره کودک مصلحت کردیم ها؟ گفتم که کودکان رو دوست میدارم. من هم کودکان رو دوست میدارم. عادتا با کودکان یتیم خانه من مشغول بودم. بسیار خوب. یعنی کودک بسیار باشد که خانه‌مون بزرگ شود. ما همه وقت همین طور نمیمونیم، پیر میشویم. هم ما رو دستگیری کنند، هم یکدیگر رو. با فکری من 3-4 کس باشد، پرنده پروری کنند. با فکری من 3-4 کس باشند، پرنده پروری کنند. ناز نمیشد. نامهایشان رو چی میگذاریم ها؟ افسوس ولی هیچ کار کرده نمیتوانم. مرحمت این رو گیرید. اکنون من چی کار میکنم؟ صحبتتان گرم میگذرد. ما با کودکانمون نام انتخاب داشتیم خانم آیشه. ولی البته شما ما رو تنها نگذاشته یاری میدید همین طور نه؟ ای خدا من چی کار میکنم؟ چه آرزوهایی نداشتیم. فرزنددار میشدیم. حاضر باشد فرزندمان را نابود کرده ایستادم. اوف مراد در کجایی هم؟ در کجایی؟ مراد روحیه خوب هستی دخترم؟ خوبم مادر جان، خواطر نشوید. گوش کن آسیا در حولی با اون جوان صحبت دارد. حاضر فوتیه سر می شود. زودتر بیا. مایلش شد مادر جان، رسیده می آیم. کمی پس می برایم. تا بازدید. ای خدا من برای مادرم چی طور نگاه میکنم؟ روحیه دخترم بده هم میروم. میروی؟ آسیا جان بیو رویم. جنابی بشر رو انتظار نکنیم. ما هم حاضر می آییم. قریب باور کردم که با او عاشق شده ای. ما هم هنر داریم. بخیر است؟ در ناحیه چی کار داشتی روحیه؟ دختری خالم فاتحه می شود. مبارک شود مبارک شود. اکنون نوبت با تو میگذرد. خوشبختی که من ندیدم. انشالله آسیا می بیند. جوانی بسیار خوبه. بسیار دلکشاد و پاک دل. میدونی اگر لایق تو نمیشد جنابی بشر به بین نمی در اومدند. میدونم. تشکر زیاد. یعنی جوابی تو مثبت است. همین خیلی نه آسیا؟ بله. من رفتم مژده گیرم. تو در اینجا انتظار باش. دخترم
پولا من شما رو بجستم چی شد؟ از روحیه خبری هست؟ زنگ زدم حاضر میآید در راه هست برامون با جوان صحبت کردی؟ در حالی چی شد؟ دلت گرم شد؟ خوله جوانان چله ها رو دیدن میخواستند. آن چله ها آششون شود. این برایمان بی نهایت خوشبختی است. تشکر اکای ریزا. اگر شما نمیشده در وقتش نمیرسیدم. نمیارزد دخترم. چی ایستاده ای؟ دستم را ببوس. روحیا؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ اصلا تو در اینجا چی کار داری؟ چرا این کارو کردی؟ من با تو باور کردم. روحیه من همش رو با تو میفهمونم. چی رو میفهمونی ها؟ چی رو؟ کارچی منی دارد. یگان کس فهمونده میتواند. این معنای آن را دارد که شخصی دوست داشتم. تو را فاتحه کرد. Doblado en Olympusá, México.
corazones huérfanos.